خودکشی نوراسی باعث اعتراض بر ضد پلیس گرجستان شده است. با قول اعتراضگران پلیس مسئول مرگ لوکاس سیرادزه 15 ساله است. او 17 دکبر خود را از بینای بسیار قبطه به زمین هوا داده بر اثر جراحت‌ها هلاک شد. اعتراضگران اصرار می‌ورزند که سیرادزه هنگام بازپرسی در اداره پلیس شهر تبلیسی با فشار بزرگ روانی مواجه شده بود. سیرادزه با آن متهم می‌شد که در دیوار مکتب تحصیل نموده‌اش با کلمه‌های قبیح نوشته است که لعنت بر این زندگی. پلیس سیرادزه را بر پایه نوار دوربین‌های کنار مکتب بازداشت کرده بود. اتحادیه حقوقشناسان جوان گرجستان میگویند پلیس تلاش ورزیده است سیرادزه را به امضای عریضه اقرار جرم مجبور کند. اعتراضگران پلیس گرجستان را به فرهنگ بدرفتاری متهم میکنند. اکنون شعار لعنت بر زندگی در جایهای مختلف گرجستان در شکل گرافیتی به نظر میرسد. بعد این حادثه فعالیت مفتش ماریانا چالویانی متوقف گردیده او را به ویران نمودن روش کار یا خود پروسیدورای کار پلیس متهم کردند. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از گرجستان خواسته است که روش کار نظام عدلیه در نسبت نورسان را اصلاح کند.